چرا میگم خوب کرد از این سال بگی من صورت بگیرم این سال گرده کام تا بیست کنم نیروز کشی؟ دان تبو دان نود رخانیان دان نود نکن مگو من پایزالی دل بایو بود تو بگو من پایزالی دل بایو بود روزتان بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. راستی در اول شما نوار شنیدید که یک مرد را یک جوان مقصد تحقیر دارد، حقارت دارد، بالای این همه باز نوار کرد و در سامانه های اجتماعی نشر کرد. این بی‌سوادی، بی‌مدنیتی، بی‌ایمانی انسان را نشان می‌دهد که انسان هیچ وقت یک مرد برای تأمین عائله خود، برای زندگی فرزندان خود کار میکند حق تحقیر و ملامت کردن را ندارد. اینها همه سنجشند، اینها همه امتحان هستند. اما متاسفانه بعضی انسان‌هایی هست وقتی چنین انسان‌ها را می‌بیند بالای این همه باز همان تحقیرش را بینید. آخر ای مرد، خداوند قادر بود که پدرت را در جای آن همین مردی که تو امروز نوار کردی و نشر کردی گذارد. این به انصافی، به مدنیتی پستی ای انسان را نشان می‌دهد که تو وقتی یک مرد را گرفته در سامانه های اجتماعی نشر میکنی. این یگان جای خنده و جای تعجب و جای مسخرهش نیست، بلکه ما چنین نوارها را دیدیم. همان انسان هایی که چنین نوار میکنند یقین دانیم و با باوری کامل گوییم که این انسان از عقل انسانیت، از همان عقلی که خداوند داده است برای راه درست کار نمی‌فرماند. کار کردن هیچ عیب ندارد. کار کردن یگان جای مسخرهش نیست. عیب آن است که وقتی تو از حرام کار میکنی. عیب آن است که وقتی تو با چنین مسخره یک بنده خدا کاری خود را پیش میبری. عیب آن است که وقتی یک شخصیت زیر دستی توست، در زیر دستی تو کار میکند، او را تو شرمنده میکنی. عیب آن است. این چگونه که گفتیم در بالا به مدنیتی نه، به انصافی نه، بلکه به ایمانی انسان را نشان میدهد. این عمل مؤمنون و اخوه، یعنی که مؤمن برادر مؤمن است. ما حق تحقیر و ملامت کردن یک مرد را نداریم که آنخواه حولی رو بد، آنخواه راه را رو بد، آنخواه به یک کاری پسترین گویه مقصد به یک کاری عادی کار کند، آنخواه مسل کشد، آنخواه بار شما را یعنی که آن را بکش باشد. تحقیر و ملامت کردن یک مرد از سوی مرد دیگر این به ایمانی انسان را نشان میدهد. چی گفتنیم در آخر؟ خداوند بر چنین انسان هایی که کار و فعالیت دارند برای تأمین اهل و عائله خود که از حلال برکتشان دهد. خداوند لعنت کند این گونه شخصانی را که نوارها کرده، مسخره ها کرده، تحقیر و ملامت ها میکند. البته خداوند در بالا دیده ایستاده است که حق است و که ناحق همش را ما فردا جواب میگیم. خداوند بر همه شما، خصوصا بر آن پدرانی که برای تأمین اهل و عائله خود راضی هستند به هر کار دست زنند و هر کاری که پیش آید میکنند، خداوند برکتشان دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.